سلام بچه ها، آمدیم با یه ویدیو دیگه برای شما ماینکرافت، اما با یه دونه سید خیلی خیلی خفن که به دردتون میخوره. اگر این ویدیو سابسکرایبرام تو هر ویدیویی که باشه به 10 تا برسه، نه اینکه مثلا من الان 7 تا سابسکرایبر دارم 10 تایی بشم، چی میکنم؟ این سیدشو براتون میذارم و چطوری تو موبایلمون GTA رو دانلود کنیم. اینو خب این سیده اولش اینجا یه دونه ویلیج داره براتون. خب ما چوب دیگه نیاز نداریم. منم اومدم تو حیات خونمون براتون ویدیو بذارم. یا کنید خیلی خیلی خفنه. خدایی سابسکرایب کنید تا 10 تایی بشن. یه دونه نه چی بود؟ بلک اسمیت داره، لوتش هم اینه. چرا در رو میبندی؟ لوتش رو فقط شما عشق کنید، به این میگن لوت. من اینو برش بدم. چند نفری؟ این یکی از اینا هم داره که تو چست داره. بعدش دیگه چی داره؟ 4 تا بلک اسمیت داره. 4 تا بلک اسمیت هم باورتون میشه؟ یه چیزش تو این سید برام عجیبه. شما باز این سید فعالش کردید چی کنید؟ نه سیدش همین الان براتون میذارم. اگر باز GTA رو میخواید این ویدیو رو 10 تایی کنید سابسکرایبرامون. هدفمون رو پیدا کردن یک دایمند است. من یادم تو این سید یه دونه پورتال خراب شدن بودش. این مرحله برای پیدا کردن دایمند خیلی خیلی آسونه، ساده است. این دوروبر باید یکی باشه. این دوروبر بایستی برم اونجاست. آخ اینو بپوشنش بهش رو بارسایا. خب بریم توش. این هم لوت چستشه که من زیاد خوشم نمیومد. شما اگر خوشتون اومد تو کامنت ها بریم بگید. خب کلا رو بزنیم بر بدن، اینو بزنیم. خب الان فقط باید یک دانه دایمند پیدا کنیم. راجی چی هم باید بکشیم ها. آیرون گالمشون این قاره خوبه. میگن که تو این سیده بعد